آقای دکلان باتلر رو شاید بتونیم اولین نفری در نظر بگیریم که در مورد همهگیری ویروس کرونا اومد و هشدار داد. آقای باتلر که یه ژورنالیست خیلی معروف علمیه که توی نشریه نیچر معمولا مطالب خودش رو منتشر میکنه، توی 12 نوامبر سال 2015 اومد و هشدار داد که مهندسی کرونا ویروس هایی که توی خفاش‌های نعل اسبی میتونن باعث ایجاد بیماری بشن میتونه یک همهگیری گسترده رو در سطح جهان ایجاد کنه. توی اون دوره کسی زیاد این مطلب رو جدی نگرفت، اما خب تقریبا 4 سال بعدش اون اپیدمی که آقای باتلر پیش بینی میکرد اتفاق افتاد. امروز تو اولین قسمت از سری پادکست های ساینزون میخوایم بیایم در مورد پروژه گین آف فانکشن یا اگر بشه فارسیش گفت ارتقاء عملکرد صحبت کنیم که توی ویروس شناسی یکی از مهمترین مدل های تحقیقاتی به حساب میاد و ارتباطش رو با همهگیری ویروس کرونا بررسی کنیم و ببینیم که آیا این پروژه ها میتونه در ادامه باعث ایجاد اپیدمی های گسترده تر و خطرناکتر بشه یا نه. من امیرحسین هستم و شما به اولین قسمت از پادکست ساینسون گوش میکنید. ممنون میشم که با لایک، کامنت و سابسکرایبتون ما رو حمایت کنید و این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید. خب دقیقاً در 12 نوامبر سال 2015 بود که فردی به نام آقای دکلان بالتر، یک ژورنالیست و یک روزنامه‌نگار معروف علمی، اومد و یک مطلبی رو در وبسایت نیچر منتشر کرد. آقای بالتر توی این مطلب اومد یک مقاله‌ای رو باز کرد و بررسی کرد که اومده بود روی کرونا ویروس هایی که در خفاش‌های نعل اسبی باعث ایجاد بیماری می‌شدن کار کرده بود. اومده بود این ویروس ها رو مهندسی کرده بود و به نوعی ترکیبی از اونها و ویروس سارس رو به وجود آورده بود که میتونست دستگاه سلول های دستگاه عصبی دستگاه تنفسی انسان رو مبتلا کنه. آقای بالتر میاد تو اون دوره هشدار میده و میگه که این مطالعات و این مقالات میتونه خیلی خطرناک باشه و این ویروس هایی که داره ایجاد میشه امکان داره که بتونه یک اپیدمی گسترده رو به وجود بیاره. حالا این قضیه دقیقاً جایی جالب میشه که اون مقاله که آقای بالتر بهش اشاره میکرد یک مقاله مشترک بین دانشگاه کارولینای شمالی و انستیتوی ویروس شناسی ووهان چین بود. یعنی دقیقاً همون شهری که کیس 0 کرونا ویروس درش پیدا شد و ویروس از اون شهر به سراسر دنیا پخش شد. حالا اصلا چرا یک گروه دانشمندی باید بیان و روی کرونا ویروسایی که توی خفاش‌ها باعث ایجاد بیماری بشن کار کنن و اونها رو تبدیل به ویروس‌هایی کنن که برای انسان میتونه ایجاد بیماری کنه؟ این مدل تحقیقات که آقای باتلر هم بهش اعتراض خیلی زیادی داشت، بهشون میگن گین آف فانکشن یا ارتقاء عملکرد. هدف چیه و کار چیه توی این مطالعات؟ توی مطالعات میان با ایجاد جهش، با ایجاد تغییر توی ژنوم ویروس ها اونها رو کاری میکنن که اگر یک ویروسی بیماریزا نیست بیماریزا بشه، اگر خطرناک برای انسان نیست بتونه باعث ایجاد عفونت در انسان بشه و بینششون هم بر این هست که میان به شکل مطالعه میکنن که تغییر هر ژن توی ویروس ها چقدر میتونه روی بیماریزایی اون ویروس تاثیر بذاره. و از طرف دیگه دانشمنده اعتقاد دارن که این جهش ها به نوعی در طبیعت در یک زمانی اتفاق خواهد افتاد و ما فقط میایم زودتر اونها رو توی شرایط آزمایشگاهی پیش بینی میکنیم و ایجاد میکنیم که بتونیم قبل از اینکه در طبیعت به صورت طبیعی اتفاق بیفته مطالعات کافی و لازم رو روش انجام بدیم. اما خب این اتفاق همیشه اونجوری که باید و شاید دیگه پیش نمیره دیگه. یک زمانی مثل کرونا ویروس که الان ما باهاش درگیر بودیم، نشت آزمایشگاهی باعث پخش شدن این ویروس ها به خارج از محیط آزمایشگاه میشه و یک اپیدمی گسترده رو به وجود میاره. این پروژه ها همچنان همین الانی که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم هم در حال انجام هستن. گروه های مختلفی روی آبله میمون، روی ویروس های دیگه در حال کارند و با ایجاد جهش روی این ویروس ها سعی میکنن که اونها رو عفونی تر کنن یا به نوعی قدرت بیماریزایی اونها رو افزایش بدن. این که حالا واقعا این کار درست هست یا نه، یا این گین آف فانکشن واقعا
ارزشش رو داره کار کردن روش، خیلی توی محافل بحث گسترده‌ایه. آقای اوباما سال 2015 در اواخر سال 2015 اومد و بودجه تحقیقاتی این مطالعات رو قطع کرد و گفت که دیگه توی آمریکا همچین مطالعاتی انجام نشه. ولی خب با اومدن ترامپ سر کار توی سال 2018 دوباره بودجه این مطالعات برگشت و الان در آمریکا و در خیلی از کشور دیگه، نه فقط آمریکا، این مطالعات به صورت گسترده در حال انجامه و خطرش همواره هست و باید هر لحظه منتظر باشیم که یک ویروس جدیدی از توی این مطالعات به بیرون بیاد. البته این رو هم باید بگم که این آزمایشگاه ها معمولا تحت شرایط تدابیر امنیتی خیلی قوی هستند و به این راحتی نمیشه به مخازن ویروسشون دسترسی پیدا کرد، یا به این راحتی نیست که مثلا ویروس مثلا انسان بهشون دسترسی داشته باشه که بتونه مبتلا بشه و ویروس رو بیاره بیرون و پخش کنه. ولی خب خطای انسانی همیشه بوده و هست و امکان ایجاد اپیدمی گسترده همچنان حالا با ویروس‌های جدیدتر و با ویروس‌های شاید عفونی‌تر و حتی خطرناکتر وجود داره. خیلی کوتاه و خیلی کلی سعی کردم که صحبت کنم و سعی کردم که مطالب رو اونجوری که قابل فهمه توی بازه 4-5 دقیقه‌ای بیان کنم که مطلب زیاد گسترده و حوصله سربر نشه و به نوعی هم بتونم یک اطلاعاتی راجع به منشأ اولیه ویروس کرونا بدم. خیلی ممنونم که توی این 6 دقیقه با من همراه بودید، تقریبا 6-7 دقیقه، و این اولین قسمت از پادکست ماست. سعی میکنیم که به صورت مداوم، هفتگی یا حتی روزانه مطالب جدیدی که منتشر میشه رو بیایم و بررسی کنیم و بتونیم دقایق مفیدی رو برای شما بسازیم. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. من امیرحسین هستم. شما به اولین قسمت از پادکست ساینسون گوش کردید. بدرود.